به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام شما بیننده های خوب شبکه تلویزیونی تابان، به خصوص علاقمندان برنامه زنگ تفریح. امیدوارم خوب و خوش باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید و شما را خوش آمدید میگویم به یکی دیگر از برنامه‌های زنگ تفریح از طریق شبکه تلویزیونی تابان. امشب هم مثل هفته گذشته با سه بخش جدیدی از برنامه در خدمت شما قرار داریم و یک تشکری خاص دارم از روی کسانی که در برنامه زنگ تفریح پیامک میکنند و با پیامک های جالب خود برنامه ما را زیباتر میسازند و همچنین میتوانند پیامک های خود را در زیرنویس تلویزیون هم بیننده باشند. زیاد وقت شما را نمیگیرم و در بخش نخست برنامه گزارش داریم. سلام علیکم بیننده های عزیز. موضوع امروز ما راجع به خرابی سرک‌ها و جاده ها می باشد که یعنی موترهایی که از اینجا عبور میکنن به چی مشکلاتی و بالاخره خداوند خیر بده مسئولین که چی توجهی ندارن. خب بازم از همشهری ها خوب ببینین که لالا جان یک دقیقه میبخشین وقت شما رو میگیرم. سلام. سلام خوبه. میبخشین شما راجع به می سرک‌ها که خراب شده و یعنی نگاه میکنیم موترها به مشکل عبور میکنن چی گفتنی دارین؟ لالا جان بهترین کار شده که این کرغا به تاثرکایه. اشته از چی نگاه؟ یعنی چی؟ شما چی میگین؟ خود من لالا جان سنگ کولیه داشتم. خب سنگ کولیه داشتم نه یکی 5 تا، ولی فعلا شکر مشکل محل شد. یعنی چی؟ بزی چی ربطی داره عزیزم؟ آخه سرکار نگاه کنین شما چقدر خراب شده آخه. شما چی میگیم؟ قهمه نداره لالا جان. من سنگ کولیه داشتم برارم با هر دکتر رفتم گفتم مگرم عمل چی؟ گفتم به خاطر چی؟ و سنگ کولیه بشکنه، ولی نپرس که هر چی داشتم بدادم به دکترها پولا خور. دیگه به زندگی من چیزی هم نمون. آخرین کاره که گفتم چاری باید امی باشه. یک سه چرخ برای خوب خریدم برار. هر روز ازم رو امی کالا ای بر میرفتم ای بر میرفتم. سنگ کولیه دیگه هیچی به وجود من نمون. خب پس که را بله به چیخی هم خیلی فایده داره ای. یک چیز دیگه هم برای شما بگم. برار مکی از اونجا باز مستری خونه داره. همین بیکار بود که بیکار بود. از روز که همین کالو کرغندا به ته سرکا هست هفته فعلی همین کرغندیا هم هر روز کار میکنه. اما برو سعی کن 10 تا موتر دام بکنه استادی. تشکر زنده باشه. کار نداره. قربان شما. بیننده های عزیز من چون همشهری ما به خاطر که ما نوالشینی میکنم خاطر نوالا کلون میشه. ببینی کی از ما بیشتر عقل کمال داره. تشکر بیننده های عزیز. طوری که شما مشاهده میکنین یک در چیز دیگه این برادرمون نهالی آوردن در داخل از این کرغایی که داخل سرک کنده شده بشاندن. من نمیگم شما بگین. خوب من نمیگم شما بگین خدای نکرده خدا او روز نیاره. اگر شما مثلا نمیگم به می کرغ بفته که ما یا به 5000 روپیه کمر شما آباد میشه. نمیشین. راست میگم واقعا امورات. همین واقعیت با ما شما بگیم. همین کرغ که ما اینجا پر کردیم خب عقل دای
اگل دای ما میر پر کردیم، اگه خود شما بفته که ما یا کمر شما نمیشکنه بمی کور مشکنه راست. خب ما هم خدمتی به می مردم میکنه، شهروری که میره دشتار اسفارت میکنه، بفهمیدین دشت اسفارت میکنه که اونا به درد چوغوکا و مینا میخوره. تیار خوشحال زنده باشه. باشین. بیننده های عزیز دیگه خود شما قضاوت کنین که همشهر بیننده های عزیز دیگه خود شما مشاهده کنین که همشهری ما چی گفتنی دارن. یک تشکری خاص داریم از شرکت تولیدی مواد غذایی پوپل حافظی، تولید کننده پوفک های خوشین که در راستای اسپانسر برنامه زنگ تفری با ما همکاری میکنند. بخش نخست برنامه که گزارش بود با هم دیدین، امیدوارم لذت برده باشین. در بخش دوم برنامه قسمت 4 سریال هست که میریم و با هم میبینیم و امیدوارم همراهیمان کنید.
هر سال دیگه می حساب کتابا خب پاک کنین دیگه، اینا رو تیار کنین که ببرم تسلیم کنم دیگه. مشکلی پول کو هست نه؟ هاشتنیه. سه حساب کتابا رو هم پاک کن. ها دیگه دلجم شم دیگه. دیگه اون روز هم زنگ زد بریم، ارزش از این نداره که اوزر بریم ما زنگ زنه یه چیزی بگه. باشه. خب شما ما یک زحمت دیگه هم بکشین. چیکار کنم؟ این پولا فروشگار میدم ببریم بدین دستی تسلیم کنیم. حال سر چاشت امالی برون. ها؟ سر چاشت امالی برون. راست میگین سر چاشته. پس باشه نونایی بخورین، نماز خورم بخونم. باشه چشم. انا باز میدون دست شما. برو با. خیلی بینی لالا همینجا یک بره که بزنی. همینجا تمشون لالا. بریم بخیر. برو بخیر لالا کنه وقت شو. خدا خیر بده باجه مرکن نصف کل میرن چی میکردم بوی نمیبرد. یاره که تیزی بودی تو. سلام علیکم امو جون. سلام علیکم. یارا خیراته. آره پول قاش ما هم بیاوردم بخیر. خیر بینید تشکر. چندی بود لالا اینو؟ 1,56,000. 1,56,000. بیلا کیسی مر بریدم خدا از بخش شدم بیچاره شدم اینا شما رو ببردم. کم پول نبود اینو اینا رو ببردم. شما ببریدم کیسه آره ببریدم چی که نمای دست کنم از این دلار بلا شدم بشیدم بسه چرخ الان بیامدم که پیلا بوده که اینا باید این پیلا از دلار که بگوی پیلا اینو خرز بده که اینا بدبخت شدم بیچاره شدم خدا جو بیشتر بیدم ماما چی رقم بیده بیشتر بردم کلا شما رو خدا جو خیره ماما خیره بله سلام علیکم ساعت خوب خیریت ارزا صاحب همین نفری که شما از تالار رای کردم به خیالم کسی از اینا رو بزده من تا فروشگاه بیامدم زوف کردم بفتدم همیشه بیاین بیبی دیگه میگم بابو جو آره بابو بیبی بابا بیبی بیا دیگه که شب برای ما صبح کردی خب اقدر کلخنه که بی جو خب بیا آمادم اقدر گناه کریمه بابو جو آره بابو آره ببخشین خیلی استاده شین کمکی پرسیدن ای بی نباشه بابو
شما میگه خیلی وقت میته گاهی وقت میبینم که شما میگه شیشته ایم. چی گپ چی حسابه که شما هر دم میگه میشینیم در سلام؟ نمیشینم که شیشتم در سلام. می کوچه دیگه بیام میگه خیریات دیگه کار دارم که شیشتم. خب خیریات یعنی کار چی کار داریم ما؟ همون زر نمیفهمم که هم سر کوچه کسی مگر نشینه. بشیشتم گناه کردم. بشیشتم ها دیگه وقتی ما چون شما نه چی گپ کم ما خودی بی بیرمشون مشت پیرمرد شیشته بودم بشیشتم گناه کردم من. بیبی ها چی بایی بیبی بگو بیبی خوب بگو چی بایی گردن شما بند باشه بیبی که این ما ایتا طالب ایتا بعدی شما گنده سی نکده بیبی البته شما دکت پیکت دارین خود می به همسایه کم هرچی من میام با بیرونشون به کوچه و بازار بی بری و شما میبینون که می پیرمرد اینجا شیشته خود تو بیبی جو بزه کارا چه کرداری تو بزه چه کرداری سکر کو حرکت کو که برنده وی بابا بیبی چری ایتا که پا میزنیم آخی من اینجا شما با من این آدم 80-90 ساله شما 80-70 ساله ایک دا بیبی جو کلکلای نکو تو دل ما بسر خوندی بابا جو بله بابا دیگه بریم دیگه به ذات تازی کوچه نیاین دیگه بریم تو با مالتون چه کرداری من که به قرار من میمیرم بریم بابا بیبی کجا میبری بیبی؟ بله کجا میبری بیبی؟ بیبی به کجا میبرم؟ ها بیبی ما هم ببرم به قبرستون ببرم که اگه میرین شما هم بیاین سوار چی اون قبرستون میری برو بعد بیبی جو ایتا که پانازه بعد گناه بشین داره بابا بیبی قبل لازم به سر پیری به من اینجا عاشق و معشوق شدی ایک دقیق نکس بیبی جو حرکت کو که وی دل ما تو بسر خوندی کجا میبری بیبی؟ کجا میبری بیبی؟ کجا میبری بیبی؟ ای بابا کسی نی از این پیار ما بپرسه که همین خرابر که تو بخریدی آخش همین چی به درد میخوره 25,000 روپیه مال از این پول دادی 35,000 تومان مال از این مصرف کردیم هنوز که آباد نشده باور که مال اخر مرده نمیار زمین آخش چی به بالا تو افتادم بابا هم 100 دفعه بگفتم بابا که هرات به درد ما نمیخوره امو پلوشا خوبه ما رو برداشته بیاوردیم اینجا ما چی میشناسیم از اون صبح تا بشون مگر او از سر همسایه کش کنیم ای بابا حداقل نه چشمه نه یک چای نه یک نل نه یک برقی نه دیگه همون برق بسیم بخون کی بود؟ تک تک نکو بابا از دست شما گدا ها ما روز نداریم از اون صبح تا بشون مگر اینجا ما گدا بگیم پس رو پیش رو اشته بترسید اشته زقی هم هستی تو کی بود؟ صبر کن بیری شده نمیشه از اینجا آخه بیا مادو بابا تو چرا در وانه میکنی 1 ساعت من کجا هم پیار تو سرایم کدی پیار مه باجیمه بابا جان 1 ماه میشه پیار من وردشتی بردی به تالار مکی تا حالا بخو پیار دیدم برو بابا بلوک دیوانه من خودش دادم و سر کار گرفتم خاطر بارا دیوانه ما بودیم که برای تو آمدیم عجب گل بده مادر خوش خوبیه بده چی میگه مادر وقتی دیگه کار دارم دیگه برو بابا 1 ماه میشه پیار خود نایدم نکنیم مادر منم میبری نانه تالار باشه وخی آخی پیار تو دستگولی به او داده وخی صدا کن دیگه مادر خو وخی من تمام گل به کجا دیده بوده و او داده نانه وخی دیگه وخی نانه وخی دیگه ای بابا نمیشنوه نانه آخه نانه بیا دیگه دوات آماده بیا نانه بیا بیا نانه جو بیا پیار من دستگله بیافته بوده و او داده نانه دوات آماده کار داده خوش لوچه باجی من خوب سرا نامدم
نه دو 2 هفته میشه میتکه برفته نخکر غیر شده نشون میایی نه امروز بخونه خوشلوچه بدبخت شدیم در به در شدیم. من کاش که شما را از اون منطقه شما نمیاردم به اینجا. آخی چری دل من بترکونی چکار شده؟ 1.5 لک پول پیش باجه ما کیسی رو بزدم، کیسی رو قچی کردم، 1.5 لک بوده؟ در به در شدیم. حالا من چه کار کنم؟ من بدبخت شدم از این منجی. اینا به کجا بدی پولا؟ نمیفهمم پولا را خیبه دادن که بباره تحویل کنه به فروشگاه تحویل کنه. تارا کیسی رو بزدم. آده بابا کسی بیامده میشگا که بلکه 1 نیم دیتا نیمه خدا بگیره 1.5 لک بوده پولا؟ ها دیگه خیلی بوده نبوده؟ چه ذره هم پول خدا به دخل کجا برسه خوشبخته از کجا بده که نزاریزه خدا نتصور دارم از کجا بده که زیاده یکنی نگریزه بزنم بفهمیدی چه گفتم؟ تکه تکشی آه بخونه به چه 1.5 لک آخه نه چوب کو گریه نکن 1.5 لک پول اتا کسی بابا نای بفهمیدی؟ میگه تو هم برای ما بگو چی بگم؟ این داستانیه که بگم. بفهمیدی؟ کیسی پیارتور بزدم 1.5 لک پول کیسی رو قچی کردم. همینجا بگذاری اندازه قد تو میشه پولا اینا کی میفهمه؟ بلو که دیانه کی میفهمه که بدی میگه وقتی ما کمتر کنده شما دست گریه نکن. این کارا به گریه نمیشه. خوشلوچه من میرم دیگه. من رفتم. کجا میری؟ من میرم که 100 رقم مشکلات دیگه دارم. اگر ماما آمدن به سرام نگذاریم اونار. من ماما رو چپ دادم. اگه صاحب تالار خبر شه که ماما همین جگاه من در به در میشون در به در بشدم آمد دست شما. خب بعد من بفهمیدی شما را از اون منطقه شما نمیآوردم اصلا. ما اگه میفهمیدون تو ما چه نمیامدون هرگیز خدا نمیآمده. من تو اون